وقتی کودک بودیم 3 ساله 3 ساله یا 4 ساله کوشش میکردیم مانند پدر شدن رفتار و گفتار و اما بزرگ شدیم کلان شدیم برابر پدر بر ضد بحث میکنیم شخصانی که همین طور در قطار هست یا نه راستی گپ یک نفس آه پدر عزیزانم همین دنیای شما رو بیرنگ میکند اگر پدر دعای شما را کند شما بدانید که در نظر خداوند بخشنده مهربان هستید وقتی نوار میشینیم اکثریت مردم میگوید بچه خوب باشد در زندگی انسانی خیلی خوب باشد عزیزانم در زندگی همه خطا دارد به خطا تنها فقط پروردگار دیروز من در راه بودم با یک دوستم هم صحبت شدم پیش از مرگ پدرش او قدر نکرده بوده است او نقل میکرد درد دلش را من درون میسوختم به چه خاطر؟ برای اینکه او نداشت او نعمت را من دارم خداحافظ تا برنامه های دیگر